من نمیکنم این میکنم. اوکی شما. برای استودیو روز کردن ترا یاردم کرده بودم. السلام علیکم برادران، سلام علیکم هر نفری که ما را تماشا میکنه و دستگیری میکنه و چخیلی که برادران شما همتون علاقه شاهدین و دیدین که امروز ها چه خبرهای خوش شد برای شما را و برای ما را و سببگار البته که اکایمون قاری صلاح. سلام علیکم اکا، خوش آمدین با برنامه من. برنامه من امروز صحبت صمیمی میشه که صمیمانه یک چند سوالتون دارم صحبت میکنیم اگر که آماده باشین. سلام خدمتتون برسونیم به مردمی که تماشا میکنن. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز خوش آمدین به کانال اکای معروف. الله سبحانه و تعالی هر کدوم شما را نگهبان باشه. یعنی سبب حج آمدن این نوع شاید که مشله باشم، شاید که نه، یعنی توفیق و هدایت از جانب الله سبحانه و تعالی است. اگر که فراموش نکنم 2 سال پیش تقریبا من برادر شهباز گفته بودم، همین خدمت 2 سال پیش بدم قطعی برای نوع چیزی تمی در کدام اینترویو بود که گفته بودن که اگر که من حج برم بس میکنم بعد من نوشتم تو بعد چند پس شما مسکو اومدین بعد شاید 2 سال گذشته باشه، 2 سال زیاد، در 2 سال زیاد گذشته باشه شاید. یعنی ببینید که 2 سال پیش هم اینترویو کدام گرفته بود، الله علم آرزو بود که کدام بود اینترویو گرفته بود. امو وفیق امو گرفته بود که حج اگر تو که حج برم بس میکنم. المهم که یک شما باید گفت بخشار پشت کنم در کامera نه مردم ما بیزار شده روی ما و از صورت ما در اینترنت خیلی به هر صورت میخوام هرچه خوش کنم که امی آدمایی هست که میگن که در پوسی مالی یا دو پرابلم دارم بود کنم بعد میرم با خدا قسم رو اون دست پیش حضرت ما رفته گفت که قاری صلاح که ما هم گپ گفتم تو پرابلم ما بود که یکم تا قرض پرسید همین گفتگی بود که بیا بریم با خداوند یا جویگه تورش میکنه با همه دی درب میشه همین نمیبره در پلاژنی نه گفته بودم نه که تو چند کی استادم یا برا زیاد شد با همین خاطر کدام که فکر کردین که با ریپ با موزیک پرابلماتون حل میکنین پروسا ما نقطه نظر دیدگی خودم میگم ما برکت چنای دیدم هیچ چیز دائمی چیز من نتونستم قرض مکنده یا برا شدم بدتر شدم بهتر نه با همین خاطر فکر میکنم که ایراد شد قطع کار نکنیم ما بخش کن سلامت باشین. مقصد از مطلب چیه که یعنی منین کشاباز گفت با منین خدمت ما میگم که هدایت از جانب الله است. الله سبحانه و تعالی میفرماید که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. آنی که شما بخواین هدایت بیا اون هدایت نمیاد، آنی که الله سبحانه و تعالی هدایت بده همان هدایت میاد. مثلا 2 سال پیش گفتم شکر حج برای یعنی در اینستاگرام даже без گفتی که پر از گوار بود که من تو پروسه نوشتم اگر که برای اردم میکنیم مثلا برادر حسن حج میره. عذر زیاد اکا جان میخوام که سوالا را بتیم همین از جوابایی که شما گفتین بخش پیش گپتونده این سوالای ما هستن شما الان جوابش گفتین من میخوام اول سوالا را بتیم جوابش شما بگین چلی که قید کردم من برنامه‌ای که من میکنم به نهایت صمیمی میشه درست‌تر میشونده الان همین طورم شد. انا یکمین سوال هم خیلی است برای چی شونیمسی برای چی محض شونیمسی من امروز کوشش میکنم که با نقاب تماشابین باشم امروز شما تماشابین چگونه احساس میکنم چیزا مثلا میگه که قاری صلاح برای چی شونیمسی را حج آورد برای اون که رکلامه ها شکنه از رکلامه های وای مقصد از شونیمسی استفاده برده رکلامه هاش پیش بره. آیا به این سوال های مردم چی پاسخ دادن ایشون؟ یعنی یک سوال عادی یعنی ویدیوهای جنخانی ما یعنی شاید که 20 برابر زیاد بگیم ویدیوی قشنگ میگم زیاد بگیرن. خب ویدیو جنخانی ما 2 میلیون یا میلیون و 100 بگیم تر ویدیو رسمات رو بگیرن 700 800 بگیم که یعنی تو این روز یعنی الله سبحانه و تعالی من قدرت داد قوتم داد تواناییم داد که من کردم ویدیو تو نیستم تو 300,000 پیشکم خستن یعنی من بعد میتونم البته میتونم یعنی من هیچگاه تکیه به انسانیت نمیکنم تکیه به الله میکنم. یعنی من ایرا بچه خاطر آوردم که به خاطر وقتی که قطعش گپ میزنی مثال زعیم پنیمانی هستی وقتی که مثال گپ امی رفت نه انسان خوبه مثال بگیم الله هر انسان توفیق داده شاید که در نزد بعضی بد باشه که چه خیل باشه هر انسان هر خیله مثال بعضی من مثال بگیریم در بیش دیگه کوزا بد میکنن حالا که مرا ندیدن قدیم هم صحبت نیستن مثال بگیم هر انسان پرابلم داره گاه وقت میشه که در حج بگیم در نزد کعبه مثال بگیم تو شده چون جایی که زنگ زدن از رنت جزیره که یک از دیگه میام تا گفتی ابو چیزی میگه کاشتال میقباب خبره مرا خوندن در کار نه سلام نه علیک
уже عصبت خرابه بگیم автоматически уже خراب میشه مثلا تو نمیتونی قطعا اکجون بگیری اکجونش کنی هم خیلی نسرین جزیره هر انسان پرابلم داره زندگی قرض گفتی که با پول مال دنیا و حیات زندگی هر انسان مشکلی داره انسانی که در روی اکرانه همیشه خیلی نمیباشه میشه که پرابلم داره گفت که با میشه گفت که با مشکلی میشه گفت که با زنت بیمار میشه فرزندت بیمار میشه جینا غم میتن خصوصا انسانایی که اهل رقیه شرعی هستن کسی که با رقیه شرعی بگیم مشغولن جین خونی اونها رو همه وقت جینا غم میتن یعنی کار میگن که با اویلش با فرزند با پدر مادرش با اکا دادرش فقط پس این در پرابلم جنگ میکنن یعنی هر گپش میگن جنگ رو میاندازن ما يفرقون به بین المرء و زوجه یعنی مطلب شیطان هم یکی تفریقه انداختن بین زن و شوهر یعنی اکثریت جین خونه را ببینین با همراه زن و شوهرشون جنجال پس یعنی یا پرابلم میشه از گفت که با ای پاشا در خدمت خیلی میگن ای پاشا فیلم میسازن در اصل همین خیلی فهمم یعنی مطلب که یوز بگم مثلا توش تو برادر شهباز برای چه بردن برای که الحمدلله معامله من خوب وقتی که سخنرانی میگیم تا گپ میزنم مثال بگیریم وقتی یکم رو سابشش نویسیم مثال نو واسه توش تو مثال بگیریم اودیتوری کلان داره مثال بعضی انسان هستن که اودیتوری کلان داره بعد یارو گپ نمیزنه مثال وقت ما اودیتوری هم نداشتیم نویسیم جواب مون که که مثال می‌نویسیم زمین پنج صحبت داریم و هم خاطر مثلا که چیه بگیم گپ مون الحمدلله که گرفت خرج صحبت که میشیم گفتم میبریم خلاص گپ دگم نیستیم بهترین تشکر برای پاسخی قناعت بخش کننده رحمت و بیاین برادرها عقیده های مثال با عقیده های شما و فرض کردیم مثلا ما گفتم که من امروز با نقاب تماشابین میخوام صحبت کنم شما با عقیده نیت مردم نه با نیت مردم شو عقیده میکنن که گویا شما شانمسی را شهبازا برای مثال просмотр میگیره و реклама مثال آوردگینشه خیلی برادر یک چیز دیگه که مثال پس برای چی ماده ایجای مگنی مثال نه من نه просмотр دور نه аудитория دور یعنی که همش خاص است برای الله رحمت و سوال دیگه یعنی از اکثریت شما می‌نویسن که چی با مقصد که حافظه رو وردی مورانه اگر که امکان باشه آدم گرینسه که اینجا اون نمرش میبرن اون نمره ما ان شاء الله هم برادر گرینسه بگیم یاردم میکنن و بگیم که موبایل اگر دیده باشین یا کشیده باشین در استوری ما میدم برادر در مترو سریت نه салом алейкум бародари азиз агар касе даёд дошта бошам ман дар сториси худам як вақто кемобайл реклама карда будам ҳамхели магазин кемобайл реклама карда будам причём бесплатно барои кадом шиносем тағйир карда будам ну ба фикр кунам ки зря накардам ёдам нест ки мара гуфта ки бесум реклама ки ба фикр меҳрубон леки раҳмат амо одам да хайна اونورا مثال تلفن فروش های اونورا مثال کمک خچه میرسونه و بگیم زوبنوی در طرف مترو ویلنو برادر زیبنو دارن اونورا مثال کمک هر انسان بگیم میگم مثلا که دمی چی ما هم میخوام رو میرسونیم و حالا ما رو نگفتن که رکلام نکنین مثلا بگیم هر کی به خاطر استعداد البته همشون برادرها پوش میکنیم تو حد امکان در اینجا مثال قاری گفته استان زوبنوی نمیرشون میمونه مثال مثال حجامه یکترینبورگ مثال بگیم ان همشون میمونه او در اپسیانیش هم در اگر امکان باشه در رقم هاشون میمونه یکترینبورگ مثلا سن پترزبورگ یکترینبورگ مثلا برادرها خلاص که یاردم میکنن یعنی ما اونو طلب نکردیم خلاص که به قدر استطاعت یاردم میکنن که در کار خیر رحمت قاری جون انا نفری به شما خطاب کرد در سامانه اینترنتی شاید شما ندیدین تو حاضره گفت که ما دلم میسوزه برای خراجاتی که شما کرده این برای شونمسی زیرا حج و قبول نیست شما چی پاسخ میدین یعنی حالی که مثال انسان حکم برآورده نمیتونه و که حجش قبول نمیشه برای اونه که اگر که انسان که بفهمه که سعی حج مبرور و سعی مشکور و ذنب مغفور یعنی انسان که بفهمه که حجش قبول شده الله رب سعادت بنده قبول کرد و گناهاش الله سبحانه و تعالی عفو و مغفرت کرد بعد از آن که از حج برمیگرده مثال یادی بگیریم که اگر ما مثال بگیریم برادر شهباز با جز نسکشش یه چیزش ندیدم مثال بگیم دم کار نخدمون اگر که مثال بگیریم فعلایی که بد داشت مثلا بگیریم عرق نوش بود یا که سیگار کش بود نوسکش بود ریب خون وقتی با گروه برام برای اگر مثال نرکمان باشه هر چیزی که باشه مثال بگیم مثال میاریم از مردم هم می‌نویسن که ها همش ببینید چه می‌نویسن حالا که میگیم گپ تا آخر گوش نکردم همین فعلاش پارت مثلا داشتم کنه داشتمش میپرتوی مثال بگیریم خدی زنش رفتاری بد میکنه این رفتارش میپرتوی خدی پدر مادر معامله بد داره این معامله رو ترک میکنه خدی یور همسایه یا رفیق خدی معامله بد داشت اون معامله‌اش تغییر میده اگر که همین فعلا را نوسکش به سیگار کش هر کاری که بد داشت همون رو که ترک کنه
یعنی یقینا که حجم قبوله تغییر افتاده یعنی الحمدلله. هر کاری بدی که داریم ورا ترک کنی ان شاء الله که حج قبول میشه. بله یعنی انسان از اینجا که اومد هر حاجی که باشه مثلا خطاب برای برادران حاجیان که میگن هر حاجی که باید اومد تغییر بیاوه. برای که اکثریت مردم فکر میکنن که مردم میان جا حج یعنی یک رکن بجا میارن، یعنی میان صفحه زندگی را از نو شروع میکنن. الله سبحانه و تعالی گناهشون عفو و مغفرت میگردونه و لیکن اینجا مردم میان در مدت 10 روز 11 روز علم نمیآموزن. هم چیزی که میبینن بعضیش الله سبحانه و تعالی توفیق میده. چه خیلی پیش گفتیم که الله هر کسی که بخواد هدایت میده و اون خاطر مردم اینجا میان تا اینکه هدایت بیاون، یعنی ببینن که بین یعنی قبرستان ها بوی کمبغل در یک جا خوابن، آدم میفربه و خراب در یک جا، بیمار و سالم در یک جا. مثلا بگیم بین چون یگان فاصله یگان فرق یگان چیز دیگه نیست. و وقتی که ما در نزد کعبه کتاب میخریم بگیم بیتسوی نامری اگه میبینیم مثلا بگیم به مثل مخچف حبیبی رو میبینیم مثلا ما خود ما مثلا امری دیگیم و میلیاردرها رو میبینیم که مثلا از سونی سفید یگان چیز دیگه زیادی نداره، نه ساعت نه چله نه اوکرشن یگان چیز دیگه زیادی نداره، یک دستانی سفید در بدنش. آدمی بایم آدم کمغلی که میبینی که قرض قطعی اومدگی. بعضی انسان ها رو میدونیم که مثلا خونه‌هاشون فروختگی اومدگی، بعضی انسان ها ماشیناشون فروختگی اومدگی. هر انسان هر چیزش فروختگی تو اینکه امید بیام گناهمان الله سبحانه و تعالی عفو و مغفرت کنه تو اینکه از صفحه نو از نو شروع کنیم زندگی را. یعنی مطلب ما برای که اومد برادر سوالت بود که مثال آیا حج قبول است نیست، ما را پیشکی حکم کردن نمیتونیم. اگر هم که مثال بگیریم ما گناه انسان دیدیم باید چیکار کنیم؟ در حقش دعای نیک کنیم این پروردگار هدایتش کنه. حکم بعد خب همین نفری که بخشش همین نفری که همین گپ گفت که مثال دلم میسوزه با خراجات شما هم شما چی گفتنی هستین؟ زیرا اون نمیدونه که مثال حجی اگه شهباز قبول شدن یا نشدنش خدا میدونه. مثال همون نفر ده مثلا خراجات یک هر انسان برای الله اگر صرف کنه، یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که والذی نفس محمد بیدی ما نقصت من مال امت من صدقه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قسم یاد میکنه که قسم با آن ذاتی که جان محمد در دستی اوست یگان چی از مال امتانی من کم نمیشه و هر وقت که اونها صدقه کنن. یعنی همین کاری که مثال بگه کسی کمک میکنه حج میره یا صدقه این کم نمیشه بلکه بر میگرده چند برابر. یک دیم که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه و تعاونوا علی البر والتقوى، یعنی شما در کار خیر دستگیری کنین ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، شما در کار بد همدیگر دستگیری نکنین. یک مثال عادی که در وقتی بگیم ریبخونی یا دارم که برای استودیو را یاردم کردن، با فکرم نه یک کدام سال پیش بود یعنی در استودیو برای استودیو روز 35,000 روبل یک وقت بود ماستر اسماعیل ویدیو کداگی بتکو برای استودیو روز کردن را یاردم کرده بودن در یک وقت ویدیو کدا بودن که استودیو میکشم نه کارتا یاردم تین نتونستم کی کاشو کردن بسیار مردم رو یاردم کردن. مثلا یک دکاری بد یعنی یاردم کردن. انا که حج که اومد با جانی که مثلا که یاردم کنن چیکار میکنن؟ سنگسار میکنن. یعنی در آیت قرآن چیه که میگه در کاری بد شما یاردم نکنین، در کاری خیر در ریپور خونید یا اون کس یاردم کرد بله کردن نه انا در حق نه کل حق ولو كان مرا حق بوگ اگر چیم تلخم باشه. یعنی ما را میگیم تو بس اگر نتو پاشلو تو ما بلاگر میگیم تو اگر نتو پاشلو نک حق بوگ چیم اگر چیم تلخم باشه، یعنی در کاری بد یاردم کردن. انهاز که حج اومدی مثال یادی بگیریم جای مینت جای کینور یا دیگه‌اش نیست. یگان برادر زنگ زد که ماشاءالله تو رفتی بیا مثال بگیریم جیبک ما خیر چیست در مکه دم بگی این $200 این $500 این $100 این 1000 روبل بگذار 100 روبل. قاری جان شکرانه خدا هر سنی خیلی برادر حالا که دیده استیم مثلا شد. بله ما ده هست ما ده هست شکرانه خدا دیده استهن دیگه هایه نه حالا کردم مثلا همون لباس هایی که من خریده اومدم بلیتی که ای پیتر مسکو گرفتم اومدم همیرا مثلا خراجاتی من نبود. بلیتی که ای پیتر مسکو اومدم مثلا دوام شما گرفتگین ای پیتر تو مسکو را یک برادر گرفت، لباس هایی که ما گرفتم اومدم تو جای یک برادر دیگه گرفت. انا بعد گوسپند کشتنه با یک برادر دیگه بکلا گرفتگی. ماشاءالله. یعنی ببینید که یعنی بگیم دستگیری الحمدلله که هست، یعنی تغییرات هست. پلیس سالو برقصی برادرم یا گوسفند دیگه میگیره خرید. ماشاءالله. یعنی این خیلی برادرها که میدونی برادرها که قاری سرام میلیونره کراس سموش نشون هم تماس یک شدید این کارو
хай номер да сеф надори ها номер да сеф нестам гасницада ده همه گسیسه هست ده گسیسه ولی ندیدم روز شب گم ندیدم سیفا کوی نامه که دیو نامه شب بگیری خب خارج جان بیرون مناظره انا کم جگه پا بگم 11 minute ما اینجا مثال بگیریم بعضی انسان ها هستن که 100,000 روبل قرض دارن یا که 40,000 قرض دارن اما را زنگ بزنن یک یا ایلوچ که مرا یاردن که حضرت ما میلیونر نیستم والله قریب 6 میلیون خودم قرض دارم حال دهن من نک شدن در پیش اون کسی که مثال من قرض دارم مثلا که در جانم نزنیم ما دهن به یک نک شدم که ما قرض دارم باشم مگزین میکشم میسوزم الحمدلله قدر الله میگم قدر الله ما شفعل هر چیزی از جانب الله است یک بازم همین مثال بگیم قدر گپای قوی چی یا دیگه می نویسین دستگیری کردن میتونین یاردم کردن میتونین شعری نرشیدن میتونین قرن در خدمت شعر و نر باشه یا چی دیگه پروژه قایکی مردمو در آواز یا قرات می نویسند در همین کمیتر ما میدونم برای کی توش تو دیت قاطی ملو نخودم تری گپ زنی این ملو هم ملو قوری میخونم الحمدلله ما گفتگو اخلاص دوری بدم دوای مرد یک خیلی بعضا می همه این برادر ما قاطی وقت شوخی میکنیم چخچق میکنیم وزی سر میکنه نه خود قاطی ملو هم تری گپ زنی اساس ملو خیلی بچه شوخ و چخچق میکنه ملو هم شوخی میکنه ما را آدم مثلا که شوخی میکنیم بین ما زمین پنیمانی هست یعنی شوخی میکنیم وقتی که اگر که مثال بگیم ما انسانی که اگر بعد میبودیم گروهی میبودیم یا که مثال بگیریم شهباز برای رپ خونیش اگر حکم با کفر میکردم میگفتم بدبختی کوری مثلا با قید صحبت میکردم شاید که روز ای جنین بود یا که مثال نسبت معروف که مثال بد رفتاری میکردم مثلا ما در کارخانه ما بودن شاید که ویدیو پیش داشت یک سال پیش ویدیو رو تماشا کنین اگر در کارخانه ما بودن مثلا هم کساش تگی چه خوردگی خیلی Assalomu alaykum. Bahama подписчику канала Шунтери. Омадем қазадем задем млора рэп дадро вардан атонисем бахмойсиз дастен. بله یعنی توقع شوربا خب پیتر داماسکو بودیم داماسکو بودیم فهمی Первомайский بود. زدیم که چیه خوری توقع در اوقات بودیم خیلی ناتوری خیلی دام توریستان دامی اوقاتی و چگی ما مختایم میرفتیم خیلی خموری توقع میگرفت نه که حضرت هم وقتی توقع پر میکرد دیگه بود چیست هم اوش یک باگ بودی هم گوشت سقالش نسام دلی هست دام ویدیو داد با خدا ای وقتش که قطعا خوری رفتم ما دارم مثال مینت داریم با خدا کی خب خارج جان رحمت کلام سوال نوبتی چون است در سامانه اینترنتی شما در یوتیوب کانالتون نواری نشر شد که در اونجا با قول بارون دعوت میکنیم برای من نمیکنم این میکنم اکای شهباز میکنن ولی در همون خیلی در کانال شما بگیم که دعوت شما هم هست نه ما هر کسی که میویه مثلا یک چیزی که دستمون میویه نه تنها بارون یعنی اینجا بسیاری حجا هستن که مثل اردامشون میکنیم یعنی فینانس میکنیم سوال فینانس بارون علاقه کرد مثل سویاز در برام شما قطعیونه نه نبرم اگر کی علاقه در برام مثلا بگم من روزی هستم میخوام روم یعنی خیلی کن یکنیم بارون الحمدلله شرایط داره ام خیلی بسیاری هستن هیچ کنم میدونم مثل شرایط داره یا کی نه یعنی ظاهرا یعنی ما چیز باطنی نمیدونیم که ظاهرا مثلا بگیم ما قطعی شهباز مثلا صحبت کردیم فهمیدیم که قرضدار بود که مثلا قطعی صحبت کردیم قرضدار قطعی من چهارش که نمیدونم مثلا حتی خونگیمون نمیدونم که من قرضدارم نه که وقتی پابلیش نگفتم که قرضدارم مثلا بگیم باطنی من چه نمیدونم که احترام قرضداریم خیلی بله یعنی بسیار مردم قرضدار هستن که نمیگن که پابلیش نفران ما قرضدار میگی که کتاشون دستاشون بکشن و اسکا بروان المهم که ظاهرا توش مثلا میبینیم مثلا که شرایطش خوبه وقتی اگر که بخواه الله که هدایت به توفیق بده میخیزه میوی اگه مشکلی نداره هم کمک کرده شما بیاد شما آماده خب آماده شما برای کمک کردن یگام کمک اگر شما پرسان شوه خواهش کنم ما مثال بگیریم گسینسه میتونیم که یاردم کنیم ویزا میتونیم که یاردم کنیم مثال بگیم ارزان کنیم توری کنیم چه که دست من اومد کوشش میکنیم ما همین سامانه یوتیوب ما که چند سوی کار میکنه ما با یتیما را کم بغلا رو بیازن ها ما اولمی یوتیوب یا اتینش داخل رسول که نیستم یا که رکلامایی که مثال میگیرن بعضی برادرها مثال میگیرن قیمتش میگم که رکلام نکنن بعضی برادرها تو اینکه مثلا بگیم بعضیش بعد رکلامی که بعد پیشی که نمیره که پس موتور میگه که با مو کارخانه انسان آدم نمیره جنگل بکار نشه اگر که بعضیش قبول که میکنن هم پلا والله میگیرم دیگه انسانی که نیازمند قرضدار زمین دامو میگیریم ما کوشش کردیم که دو کسا شما را گران کنیم سوال نوبتی اکای شهباز ویرم ما موبایل دامونم خارج ما باید سوال میتونم مثال یک چیه خود دیدی که بعد حج اومدن ما چقدر رپرو حواسمند شدن که موتیواسیون شد از جمله میگیریم کش
Dazzle, MC Shurik, нами реперо, репа бас кардан. Шурика намедонам раст кард, не нияти ҳаҷ кард. Dazzle шо бас бародаро кард. шогирди ман Лил Марио буду Не, бачакои хеле бисёр Исфара буд. Акай одамое ки ман мешинохтам, ман шиносои ман наздикам. Ҳамин одамо нияти ҳаҷ омадан доранд. Возможности бигем сарфоиза надоранд, яки каналҳои ютубшона дар фурӯш мондагиянд. Вероятност ҳаст ки 50-60% ҳамун суми омадани ҳаҷшона биёванд ба фурӯхтани канали инстаграмшон. Ҳастам иҷа одамое ки гуфти гапо шиносои хеледа ҳаст хайрхоҳое ки ҳамин бародарро дастгирӣ кунанд барои омадан. Ай баҳри мусиқӣ гузаштанд. هستن لک چخیل بگم هستن بسیاریش هم مراجعت کرده بایورا بعضیش مثال بگیریم همو نیستای توک مثال بگیریم پیش همون انسان گردنی کج کردن یعنی هر انسانی که مثال بگیریم چی شوریک باشه چی دازل باشه مثلا من نمیشناسم مثال بگیریم شخصا نمیشناسم مثال بگیریم تو مثال دورای گفتی که با پیش دی مثال در همه جا در لوبو چی میبرم مثال ما موسیقی گوش کن نیستیم در اصل لک هر انسانی که باشه توکل به الله بکنه الله سبحانه و تعالی میرسونش مثال بگم دازل هم باشه شوریک هم باشه و کسی که باشه میره خصوصا در حافظ هر کسی که باشه والله که تکیه به الله بکنه و الله آیا جایی که توغریش میکنه که رزق و روزیش زیاد میشه محتاج کس نمیشه و مثال بگیرم ما بگم نداشتم شرایط یک خیسم برو آمدم دایمیرا الله سبحانه توغریش کرد شرایط نبود که مثال بگیرم شون میسی الله یه توغریش کرد یا که ختم اما خیلی بود که گفتم که صبر کو شاید که بعد بیایه یکی الله توغریش کرد که این هاز این حال بگیم عمره کرد عبادت چه است یعنی انسان تکیه به الله میکنه الله طلب میکنه خود مرد میخوندم اکنه که در ریپون قید که اگه بودم امجاده که مثال یک گریه های روی جای نماز چیزی داره گفته اگه بودم کاروچه یک گریه های روی جای نماز که نگو در ریپوز با مردم ریپویت را میکنه نه مقصد هم خیلی کلمه ما بسیار میگفتم کدام حساب ایالات یکم چی چوستوایی که من در خودم میگذارم ایسرم یدینسی چیزی بود که صدقاً خواستم بود ما آمدن حج و الله قسم صدقاً ما میخواستم از صدقاً نیت داشتم که همینجا بیام پروست ما هرچی قبلگی بود که ما اگر برم ریپا باز کنم ما قرض میکشم میتونم دیدم که هیچ نشید کانال افروختم قرض را دادم از آمد و در نمی خطابم برم نه در 4 روز 12000 پادپیس کانال نیامد مانیتیزاسیا گیریام ماشاءالله نبین خب سوال را کمتر دیگرگون میکنیم یک سوال دیگه بگیم شخصا ای خدمت میشه آیا در حج عمره کردن تراشیدن موی سر حتمی است یا نه؟ یعنی قیچی کردن یعنی قیچی زدن این انتخاب خطای مثال یادی بگیریم من برای چی مثال سعی من اگر دیده باشین غابدال بود قدیرشم بلند بود یعنی هر دفعه که من میرم مثال بگیم ایتانی بوبی میکنم ایتانی هنگام میکنم ایتانی تاغو میکنم ایتانی یا رفیقایی که مثال برداری که گذشتن اصلا اینو میکنم هر دفعه پس کردن میگیرم وقتی آخرون باره که مثال که میرم حالی کالش میکنم میرم برای که از که کالش کنم و بعد با کالش کنم یعنی زرینی ضرر داره یعنی ما بگیم طبق مدیسین هم کار میکنیم همه طرف یعنی میدونیم که چیز برای ما منفعت چیز ضرره چه که ضرر نمیکنیمش هم انسان بسیار سر کال کنه زرینی ضرر داره با اون خاطر یعنی آخرون بار ان شاء الله اگر خدا موفق کنه کالش میکنیم مثال همین ترام باشه مثال بگیریم سر مثال پاس کردی حین رفتن کارش که مثلا اتنی بگیم پدرت کردی اتنی بگیم عمت کردی و خالت کردی و بوبی کردی مامت کردی مثلا اتنی که پس کا میره بعد آخر که رفتی آخرون بارم اتنی خدمت میکنی کارش میکنی بسم الله میگی میره خب حضور احمد انا سوالای شخصی اگر اجازت باشه بتیم برای که بیشتر از آدم‌ها مثلا ما میدونیم میشناسیم و اینطور شما هم یک درس رفتیم خب سوال نوبتی هرجان بیشتری رو مثلا ما میدونیم مثلا با مانند شما خارج الله میدونه تمام یعنی نام پرای شما را نمیدونن زادگاهتون آیله دار بودن یا نبودن مثلا فرزند دارین ندارین بیشتر نمیدونن میتونین اویدم چه کمتر صحبت کنین بله بگیم زاده وحدت البته متزوج هستم زندار هستم 3 فرزند دارم نکی بگیم 98% عمر ما در غربی گذشته است بگیم تاجیکستان الحمدلله میریم وطن میریم بگیم یور رفیقا خیشق را بورا بگیم 2007 رفتم 2013 2022 بله اینمی 3 ماه پیش رفته بودم 4 ماه پیش بود الله اعلم یا اوگوست بود سپتامبر بود الله اعلم رفته بودم تاجیکستان ماشاءالله خیلی تغییرات افتاد خیلی بهترین بگیم تماما
بگیم فرق بین زمین و آسمونه. خب یک سوال میتونم خوری جان اول نوبتی تکجان انا بسیار نفرها ولی در غریبی هم جوانها ایامی زن گرفتن تنقیسی میکشن و ایامو ستاریس یا ایام صحبت های هوایی دیدن میشه که زنگیری قین شده زنی خوب یافتن قین شده شما چی سبب میتونید چگونه زنگیران باید باید الحمدلله یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که دنیا متاع و خیر متاع الدنیا هی زوجة صالحه. یعنی دنیا به مثل یک متاع است و بهترین متاع روی دنیا این زن پاک دامن است. یعنی جوانانی که میگن ما زن پاک دامن نمیام اون جوانان اصلا خودشون پاک نیستن. یعنی انسان همون چی خواهر باشه چی برادر باشه همون بالاتی که از خودش ببرویه میبینه خواهران مسلمان. یکم خواهری که بگیم که شب بروز در موسیقی در دیسکوتک میگه جوان مسلمان نمازخوانه میام همون جا ببرویه میوه. یعنی در هر مرور زمان و مکان هست زنهای صالحه زمانه بدبخت هستن زنهای بدبخت هستن و همون خاطر پیش اونه که مثال اکثریت بگیم جوانا کارخانه که ما میومدن گفتن که زن صالحه پیدا کردن نمیتوانی. ما زمان پرسان زن صالحه چگونه زن صالحه گفته چه میگن نمازخوان باشه قرآن خوان باشه شب تهجد بخونه میگم سوال همیشه سوالی که تو گفتی همیشه چیز در تخدت شب تهجد میخونی میگن نه قرآن خوندن میتونی نه نماز میخونی میگن نه او مادامی که خودت گفتی که با خبیث باشی بدبخت باشی تو چی در کاری خیلی زن که تو بگی رو بدبخت کنی مادامی که خودت نخونی. یعنی کلانتری خانه مرد است. هم خیلی مرد که اگر که نکنه هم کار خودش بگیم کارگارا چه خیلی میکنن. بله یعنی مثال بگیریم ما یک کارگر باشه در میجه اگر همو شب روز خودش خواره و کارگارا چیکار میکنن خفم رو خوب میکنن. اگر که مثال مرد به خیلی شب تهجد بخونه نماز بانداد بخونه تلاوت قرآن بکنه امر معروف نهی منکر کنه زنها عبرت میکنه. بعد بگیم حرکت کنین اول خطا اصلاح کنین و بعدا صالحه بکنین. بعضیش مثال میگیرن به خاطر مادر شده به خاطر توصیه مردم نه حرکت کنین ببینین از کدام اولاده در اولادش نیست یگان انسانانی جادوگر یگان انسانانی بدبخت بد رفتار نیستن کی فعل خوب داره چی معامله خوب داره از همه طرف انسان آگاه شوه و بعدا زن بگیره. یعنی برای مثال نماز ویدیو کلان دراز بچه بسیار مردم را تا آخر گوش نمیکنن. اگر برای عدل بگیم ویدیوش هم میتونیم که مثال بگیریم کلان از الف تا یا شرح بتم که چیکار کردن در کار. خب اگر درست نمیکنیم هزار رحمت کلام میندار که وقتی قیمت خودتون جدا کردین هم صحبت کردین به نهایت برای ما شرف امسال رو پروی شما 6 تا صحبت کرده و شما اینترویو گرفتن در آخر هم نفرایی که ما تماشا میکنن بخاطر بگیم یک دعای میتونشون از صدق دل. یعنی هر انسانی که هر مرادی داره الله سبحانه و تعالی موفقش بگردونه. موفقیت فقط هر انسانی که در دین اسلام وابسته است یعنی مسلمان مؤمن با عبادت کارهای خیر میکنه الله اونها رو موفق میگردونه. الله موفق بگردونه همون جوان مردایی که مثلا کوشش میکنن که مثال بگیریم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه حسد الا فی الاثنین حسد نیست مگر در چیز یکمش که رجل آتاه الله علما مردی که الله سبحانه و تعالی برای علم دادگی او مرد در راه الله دعوت میکنه امر معروف نهی منکر میکنه و مردی که الله سبحانه و تعالی برای مال دادگی رجل آتاه الله مالا مردی که الله سبحانه و تعالی ملک مال دادگی و اون در راه الله خیر زیاد میکنه. یعنی در این چیز حسد نیست. میتونی که حسد بخری پروردگار اگر مثل همون جوان مرد من علم موفق بگردانی من دعایشم دعوت کنم یا که مثل بعضی برادرها هستن که نماشون نمیگیریم خیر میکنن پروردگار مثل همون هم را پولدار کنه تا اینکه ما در راه الله خیر کنیم رنگ همونها پولدار باشیم کمک کنیم بیوزنها را یتیما را صغیرها را فقیرها را درمانده ها را رحمانده ها را همونها را. این در چیز حسد نیست. یعنی ما ممکن حد دو چیز حسد بخرینه از الله سبحانه و تعالی طلب کنیم هیچگاه ایگون انسانیت ایگون بشریت طلب نکنیم. پروردگار رو بگو مرا نصیب بگردان. پروردگار هر آنچه که ریزای تو مرا با او قریب بکن با مرا نصیب بگردان. هر آنچه که ریزاگی تو نیز غضب تو در او پروردگار ما را با او قریب نکن و با او چیز ما را میسر موفق نکن. تشکر زیاد میندار و با شما نیز کامیابی موفقیت هم در مثلا فعالیتی که شما میکنین هیجوما و دیگر و خواهشمندیم و دعا میکنیم که همیشه خدمتگار اسلام باشید خدمتگار مردمی که خواهش دارن برای کاری مثال نیک کردن همیشه استوار باشین. هم خیلی کار زینه
و این حال جزاکم هستیم. الله خیر. رحمت کلام برای هر یک از این تماشاگرین. بخیر در امان الله. اگر وقتتون گرفته باشین بخشش زیاد سلامت و دعا باشید. باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از آرام علیکم. ای اوزا